چی رخ می‌دهد با بدن ما وقتی ما روزه می‌داریم در رمضان؟ در وقت ماه رمضان مسلمانان روزه می‌دارند از طلوع تا غروب آفتاب هر روز در این ماه قمری. روزه رمضان بهترین اصول عادی و با ثمر برآوردن ماده‌های ضررناک از ارگانیسم و سالم گردانیدن بدن میباشد. لیکن این به شرط رخ می‌دهد که شما غذای درست استعمال کنید و از حد زیاد غذا استعمال نکنید در افطار. نهایت کوشش کنید که غذاهای بیریان شده را استعمال نکنید در این ماه، از بس که ما یک چند ساعت داریم برای خوردن و نوشیدن. خیلی مهم است که ما باید درست معین کنیم غذایی را که استعمال میکنیم. برای از آب سیر شدن ارگانیسم آب را زیادتر نوشید و کناره‌جویی کنید از محصولات‌های کافئین دار که ارگانیسم را کم‌آب میکند و با سبب آن ارگانیسم زود تشنگی را حس میکند در وقت روزه. ما میدانیم که رمضان این وقت سیرکاری است، برای همین بسیاری ها وقت خواب را کم میکنند تا که وقت زیاد را در عملهای خوب صرف کنند. این بهترین است، اما کوشش کنید که در یک شبانه روز نه کم از 6 ساعت خواب کنید. اگر شما با خود ندهید این مقدار خواب را، پس شما تنبلی میکنید در وقت خواندن نماز و خواندن قرآن. لیکن ما و شما باید از تنبلی کردن دور باشیم. لیکن بدانید اگر ما از وقت مقرر زیاد خواب کنیم، این هم ما را تنبل و بی‌نتیجه میکند. خلاص نه کم نه زیاد. این است تحلیل آن که چی رخ میدهد با بدن ما هنگام روزه داشتن در 3 روز روزه رمضان. مرحله یکم: در یک چند روز اول روزه‌داری درجه شکر خون و فشار خون پست می شود. بدن جریان تازه شوی را آغاز می کند. برای همین روزهای اول روزه‌داری مشکل ترند. این جریان می گذرد به واسطه درد سر، چرخ سر، دل به حضوری و حسیات سخت گرسنگی. مرحله دوم: در وقت مرحله دوم بدن عادت می کند به ترتیب روزهای نو و سیستم هاضمه فرصت استراحت کردن خود را پیدا می کند. سیستم هاضمه قوای خود را یکجا میکند برای تازه شوی بدن و برقرار شوی حجایره های بدن، چون که حجایره های سفید بدن آهسته از پیشتر دیده فعالتر می شوند. در این مرحله عضوهای گوناگون بدن برقرار شوی را آغاز میکنند. مرحله سوم: در این مرحله درجه قوای ما زیاد می شود، عقل خوبتر و بهتر کار میکند و حسیات عمومی سلامتی خوب وجود ما را فرا میگیرد. در وقت روزه جریان‌های برقرار شوی در بدن ما از پیشتر دیده نتیجه بخش می‌شوند و در این مرحله بدن تمام حجایره‌های ضرر دیده را برقرار می‌کند. اینچنین در این مرحله روده‌ها، جگر، گرده، شش و پوست تازه می‌شوند از ماده‌های زیادتی و رخ می‌دهد جریانی بی‌ضررگردانی. مرحله چهارم: در وقت سرشوی 10 روز آخر روزه رمضان بدن الکی عادت می‌کند به جریان روزه‌داری. بدن شما از قوه پر می‌شود و شما حس می‌کنید که خاطره و حافظه‌تان بهتر شده است. در این مرحله جریان برقرار شوی عضوها به آخر می رسد. از بس که ماده‌های ضررناک بدن ما را ترک کردند، بدن شما اکنون در درجه نهایی خود کار می کند. این همگی نصف فایده های جسمانی از روزه است، آنچه که رخ می دهد با بدن ما، حالا آنکه فایده های روحانی رمضان چندین مراتب زیاد است از فایده های جسمانی. تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة.